یاد و ذکر اولیای خدا در هر مجلس و محفل شود، در اون مجلس و محفل الله متعال رحمتها و برکتهای خصوصی اش را نازل می‌گرداند. اعد ذکر نعمان لنا فإن ذکره هو المسک ما کررته یتضوع. هر چند که ذکر اولیای خدا شود، مجلس و محفل همون قدر نورانی می شود، همون قدر برکت الله متعال به خاطر ذکر دوستانش می ریزد. صحبت ما و شما می رفت در موضوع خدمت‌های شایسته و ارزنده که بندگان خاص خدا، یک طایفه از اولیای الهی در سرزمین هند علل خصوص در دارالعلوم دیوبند انجام دادند. خلاصتا گفتیم که سبب ترقیات و خدمت کردن اینها در دین الهی علل خصوص در دفاع از مذهب حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه سه چیز هست. یکی اینکه اینها تشنگان علم هستند، به علم حاصل شده خودشان اکتفا نمی کنند و اینها دائم عامل به اون آیه مبارکه هستند که وقل رب زدنی علما. دوم این که اینها در برابر علم ظاهر به فقه باطن یا به اصلاح و تزکیه و تصوف و عرفان هم چنگ زدند. سوم خصوصیت را ما صحبت نکردیم، میگذاریمش به وقتش.